ماشین چینی با گیربکس DCT خوبه یا نه؟ برای اولین بار شرکت فولکس واگن بر روی خودروی گلف RC2 این نوع از گیربکس رو انداخت و هدفش هم تعویض دهنده سریعتر و کاهش مصرف سوخت بود. شرکت‌های چینی هم همون اهداف رو دنبال کردن، به خاطر همینم الان 80-90% ماشینای چینی که دارن وارد میشن از این گیربکس استفاده میکنن. اما دو تا هدف دیگه هم دارن چینی‌ها. هدف اولشون پایین بودن هزینه ساخت برای خودشونه و هدف دومشون فروختن قطعات گرون برای استفاده کننده است. ولی اگر میخواید چینی‌ها رو در رسیدن به هدفشون ناکام بذاریم، چند تا کار میتونیم انجام بدیم. اول از همه خنک‌کن گیربکسشو که به موقع اگر عوض کنیم جلوی آب روغن قاطی کردن گیربکس رو میگیریم. این روغن گیربکسه که یه مدت زمان و 1 کیلومتری خاصی داره که باید تعویض بشه و حواستون هم به فیلترش باشه که به موقع تعویضش کنین و جلوگیری کنین از گرفتن کانالای روغن گیربکس. نیاز به یه کار دیگه ای هم داره که توی کپشن براتون نوشتیم که حتما باید بهش توجه بشه.